جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. به درستی که پیامبر برای شما بهترین نمونه است. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. امروز مطابق سال شماری هجری قمری 12 ماه ربیع الاول سال 1441 است. 1441 سال پیش صبح امروز یکی از بهترین شخصیت به دنیا آمد. بله، او یکی از بهترین انسانها و بهترین مخلوقان روی دنیاست. اوست پیامبر آخرین برای عالمیان. اوست پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم. الله سبحانه و تعالی می فرماید: استعیذ بالله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. الله سبحانه و تعالی می فرماید به درستی که پیامبر برای شما بهترین نمونه است. یعنی بدانید ای انسان ها، ای مسلمان ها، ناوابسته در کدام کاری که نباشید، رسول الله صلی الله علیه و سلم بر شما بهترین نمونه است. یعنی محمد صلی الله علیه و سلم برای شما از پادشاه سرکرده تا آدمی عادی یکی از بهترین نمونه هاست. از او عبرت بگیرید، از او درس حیات را بگیرید. پس ای شنونده عزیز، این خطاب بر خود توست. اگر تو حاکم باشی، اگر تو راهبر باشی، پس مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم باید راهبری بکنی. اگر تو عالم باشی، پس باید مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم شاگردان خود را تربیت بکنی. اگر تو شوهر باشی، باید معامله تو مانند معامله پیامبر صلی الله علیه و سلم با همسرانش بود این طور باشد. اگر تو پدر باشی، باید معامله تو با فرزندان مثل معامله پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. اگر تو تاجر باشی، اگر تو انسانی بای باشی، باید از پیامبر صلی الله علیه و سلم الگو و نمونه بگیری. اگر تو کمبغل هم باشی، باید از پیامبر صلی الله علیه و سلم نمونه بگیری. اگر تو صغیره باشی، پدر و مادر نداشته باشی، باید از او صلی الله علیه و سلم عبرت بگیری که او وقتی که به دنیا آمد الکی پدرش نبود. صغیره به دنیا آمد و در 6 سالگیش مادرش هم از دنیا رفت. و اینچنین به همسایگانت به مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم باید معامله بکنی و اینچنین با دوستانت باید به مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم معامله بکنی و اینچنین با خویش و تباران، با مسافران، با مسلمانان، با غیر مسلمانان مانند او صلی الله علیه و سلم باید معامله بکنی. حتی اگر تو دشمن داشته باشی، باید به دشمنت مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم معامله بکنی. یک وقتا یکی از دشمنی پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که او خواب بود، شمشیر او را بگرفت و گفت: یا محمد، که اکنون تو را حمایه می کند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که الله. در این حالت دستی آن شخص شد و شمشیر بیافتید و پیامبر صلی الله علیه و سلم برخیست و شمشیر را بگرفت و گفت: پس بگو کی در این حالت تو را حمایه می کند؟ و در این حالت پیامبر صلی الله علیه و سلم آن مشرک را ببخشید و آن را آزاد کرد. نگفت که اسلام بیار بعد من تو را آزاد میکنم، بلکه او را آزاد کرد. این بود رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم به دشمنانش. پس برادر و خواهر ایمانیم، اگر خواهیم که مسلمانی کامل باشیم و پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم باشیم، باید از او پیروی بکنیم. در همه حالت مانند او باید معامله بکنیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.